أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله. والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأتباعه في كل لمحة عدد ما وسع علم الله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولما كان القرآن أعظم الناصح فقال الله تبارك وتعالى فيه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. خداوند تبارک و تعالی در این آیه کریمه ما و شما را از 3 گناهی کبیره منع می‌کند با آیت قطعی که ای کسانی که ایمان آورده به خداوند بپرهیزید از بسیاری گمانها، زیرا که بعضی از گمانهای شما گناه است. یعنی به خاطری که بعضی از گمانهای ما گناه است، از تمام گمانها خداوند ما و شما را منع می‌کند که در دل چی گمانی که بد میاد از اینها پرهیز کنید. ولا تجسسوا و همدیگر عیب‌های همدیگر را جستجو نکنید از خفای همدیگر. یعنی که انسان عیب‌های خود را مونده و عیب‌های دیگر را جستجو نکنه. و سوم این که غیبت نکنه یکدیگر را. یعنی ولا یغتب بعضکم بعضا. آیا دوست می‌دارد شما یکی از شما این که بخورد گوشت برادرش را در حالی که او مرده باشد؟ یعنی ما و شما باید فکر کنیم که امروز گوشت چند برادر در حال مردهش خوردیم. یعنی این گناه های هستند که خداوند از این گناه ها ما و شما را منع میکنه. یکم از گمانی بد کردن، دوم از جستجو کردن عیب برادر مسلمان و سوم غیبت کردن. آن که عیب دیگران پیش تو آورد و شمرد، بیگمان عیب تو پیش دیگران خواهد بود. کسی که در پیش تو عیب‌های دیگران را تعریف میکنه و توصیف میکنه و دیگران را پس میزنه بدون که یک روز عیب کرم به پیش دیگران میبره، او عادت شده برای انسان. برای همون این گناه هستن این کارها که خدا در آیه قرآن منع کرده، یکی غیبت نکنید شما. یعنی که به مسئله خوردن گوشت برادر در حال مرده فرموده است خداوند. و غیبت 4 نوع می شود. غیبتی کفر می شود، غیبتی نفاق می شود، غیبت معصیت و غیبت مباح. می فرماید علما که اگر کسی که غیبت کرد باید 2 راه حل کردن او داره. یکم این که نزد پروردگار استغفار میکند به شرطی که او انسانی که غیبت شده است او یعنی خبر نشده باشد از غیبتی، بعد این استغفار برای ممکن است. اگر رفته و او خبر شده باشه از غیبت کردن همی برادر، باید که برای پیش او بخشش طلب کنه. بخشش برسه که من طرف فلان روز بعد گفتم منو ببخش، به حیلی طلب کنه. و پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود که اتدرون المغیبت، آیا میدونه که غیبت چی است؟ صحابه ها فرمودند که الله و رسوله اعلم، خدا و رسول داناتر است. گفت ذکرک اخاک بما یکره، ذکرک اخاک بما یکره، یعنی یاد کردن برادر مسلمان در حالی که او اگر در پیش باشه او را بد میبره از همون سخنهای تو، ذکر کردن همون. بعد صحابه گفتند که یا رسول الله که رفته و همون چیزی که ما در حق او برادر میگیم او یعنی که در حق او میگیم همون راست باشه، یعنی که همون صفت ها در او باشن. گفت همین را غیبت میگن، همون چیزی که در او باشه. اگر در اون نباشه را بهتان میگن. اگر کسی را بهتان میکنه، 3 یعنی علاج 3
چیز است. یعنی یکم اینکه باید استغفار کند، دوم اینکه اگر او انسان خبر دار شده باشه از بهتان ای، پیش او برای تحلیلی طلب کند. سوم که در جایی که او را بهتان کرده است بخیزه در بین مردم بگه که من فلان روز فلان کس من به همین سخن یعنی تهمت زدم، دروغ گفتم بگه، بعد خلاص می آید. نباشه اگر این گناه ها بسیار گناه عظیم است. یکم غیبتی کفر همین است که انسان غیبت میکنه، یا شخصی او را معن میکنه که غیبت نکن گناه است، میگه من راست میگم. وقتی که میگم من راست میگم گویا که یک حرام خدا را حلال دانسته است. برای همون این خیلی غیبت کفر است. دوم غیبت منافقانه همین است که غیبت میکنه و میگن که غیبت نکن، میگه من نوم هیچ کاره نبرده اسلام کن، در حالی که مردم منظور و مقصد او را میدونن که یعنی فلانی شخص غیبت میداره. این را غیبت نفاق. غیبت معصیت همی است که یک انسان نامش برده و غیبت میکنه. همین را خداوند در قرآن منع کرده است و دیگراشان در تحت همین داخل هستند که نام برده انسان چیکار میکنه؟ غیبت میکنه. به همین خاطر خداوند میگه شما همدیگر را غیبت نکنید که گوشت برادر مؤمن در حال مرده گویا که میخوره. و پیامبر علیه السلام یه حدیث دارن که کل امتی معافی الی المجاهرین، همه امت من مورد بخشش قرار میگیره مگر کسایی که بی‌باکانه یعنی گناه میکنن، آشکارا گناه میکنن. کسی که آشکار گناه میکنه از اوی که پنهان میکنه 100 برابر گناه زیادتر است، به خاطر که دیگران عبرت میگیرن. این انسان یک کس غیبت میکنه با میگه که من خیر فلانی را غیبت دارم، میگه نامش هم میبره. ایران مجاهرین میگن، یک کسی که بجر یعنی که بی‌باکانه غیبت میکنه. سوره ویل لکل در همین باره غیبت است که خداوند میفرماید استعیذ بالله ویل لکل همزة لمزة، وای وادی دوزخ است بر هر همزه و لمزه. همزه کسی است که رو بر رو انسان طعنه میزنه. یک انسان همنشیناش طعنه میزنه، در برابرش طعنه میزنه، امیرم در حساب غیبت داخل بشه، اگرچه او در پیش نشسته طعنه میزنه. لمزه کسی است که پس پشت انسان ها را غیبت میکنه، یعنی انسان پس پشت مردم را غیبت میکنه، ایره لمزه میگن. یا که همزه به عبارت دیگر همین است که همنشینان را به بدزبانیش آزار میده. یا انسانی درشته هر یک انسان قطعی سخن میگه او را میرنجونه بس سخنی بدش، همین هم در حسابی همو در داخلی همین ویل داخل میشود. و چهارم باز همزه همین میشود که کسی به اشاره دست زبان و اشاره چشم ابرو و اشاره سر مردم مسخره میکنه. یعنی که انسان نشان میده به اشاره کردن همه را گویا که خیلی پس میشمارن به همون خاطر، یعنی که همه همین چهار همزه لمزه گفتیم در همین تحت ویل داخل میشن. سبب نزول همین ویل لکل میفرماند که درباره اخنس ابن شریک یک بدگو بود، فقط غیبت میکرد. خصوصا پیامبر صلی الله علیه و در محفل ها و مجلس ها غیبت میکرد، مسخره میکرد، اشاره میکرد. درباره اخنس ابن شریک یا ولید ابن مغیره یا ابی ابن خلف، لکن میگه همین کسانی که به همین صفت ها موصوفن، این صفت های طعنه زنی و غیبت کنی و آزار دادن مردم داره، او هم در تحت همین آیت داخل است که وای یک وادی ویل از دوزخ است که برای او انسان هم گفته شده است. پیامبر صلی الله علیه و آله می‌فرماید که شرار عباد الله تعالی المشاؤون بالنمیمه المفسدون بین الاحبه. بدترین بنده های خدا کسی است که یعنی سخنچینی مینه، بین مردم سخنچینی میکنه و بین اونها را جداگی میاندازد. همین مفسدون بین الاحبه، بین دوست ها جداگی انداختن، این هم کار شیطان است. کدام انسانی که همین کار را میکنه پیامبر میگه او برادری همون شیطان است که مقصد جدا افکندن بین دوست ها و بین برادرها است. الذي جمع مالا وعدده،
کسایی که میگه جمع میکنن مال او شمار میکنن بارها. یعنی گفتیم که همین آیت درباره اخنس بن شریکی بسیار ثروتمند بودن و بی‌نیاز که بودن، مردم مسخره میکنن از جهتی چی؟ الذی جمع مالا و عدده، خداوند از جهتی مالداریش اونها همین کارا میکنن، این دیگران را هیچی نمیشماره. یعنی استغنا از همه طرف، یعنی بی‌نیاز که بودن مردم چه میکردن؟ طعنه میزدن، مسخره میکردن. خصوصا اخنس بن شریک پیامبر را طعنه میزد. الذی جمع مالا و عدده یحسب ان ماله اخلده، گمان میکند او، یعنی اون مشرک طعنه زننده که مالش او را جاویدانی نگه میداره، فکر میکنه که در کجای رفتم به سبب همون مال من جاویدان میباشم، یعنی که مال میتونم جان از همه چیز فدیه میتونم خلاص میکنم از عذابهای خدا. گفته اکثریت مشرکان همین سخن میگفتن که ما قدر مالداری هستیم که در همون دنیا هم اگر فرض کردیم دوزخ باشه ما فدیه میتونیم مال ها و خودمون خلاص میکنیم، با شما در همون عذاب گرفتار. گفته مردم مسخره میکردن. الذی جمع ماله و عدده یحسب ان ماله، در حالی که عملهای صالح انسان دائمی و جاویدان در روز قیامت نگه میداره، یعنی که بهشت که وقت انسان به سبب عمل صالحش بهشت که رفت او را خداوند جاویدان نگه میداره. الذي جمع مالا وعدده يحسب ان ماله اخلده كلا لينبذن في الحطمه. یعنی هرگز این خیلی نیست که میگه کافرها و مشرکا فکر میکنن هر آینه اونها در یعنی که دوزخ انداخته میشوند به خاطر این کارهایی که میکنن، به خاطر این طعنه زنی ها، یعنی که انداخته میشن و هر آینه در آتش دوزخ، این طعنه زنی ها و مزه و مزه. کلا لینبذن فی الحطمه، یعنی انداخته میشه در حطمه. و ما ادراک ما الحطمه، و چی دانان تو را ای محمد صلی الله علیه و که حطمه چیست؟ یعنی که کدام آیتی که و ما ادراک ما آمد، یعنی که چی دانان تو را، خداوند جل جلاله پیامبرانش را از اون سیر آگاه کرده و اگر به صیغه یدریکه آمده باشه خداوند اون سیر به پیغمبران گفتگی نیست. و ما ادراک ما الحطمه نار الله الموقده، یعنی آتش است که خداوند او را افروخته کرده است. یعنی آتشی که ما افروخته میکنیم این آتش اندک است و آتشی را که خداوند افروخته میکنه او بسیار آتشی سوزنده است. یعنی میگه پیامبر که آتشی که ما و شما در دنیا افروخته میکنیم از 71 جزئی آتش دوزخ است، یعنی که یک جزئی اندک ترین آتش دوزخ است. و میگه سبکترین، یعنی که سبکترین عذاب ها برای یک دوزخی میگه سبکترینش همیه که میگه دو کفش نعلین میگه در پاش میپشونن به مجرد پوشیدن او که آتشین هستن مینه سر و انسان میگه در جوش میاد. این سبکترین کسایی است که در اهل دوزخ هستن، عذاب سبکش همیه است. و ما ادراک ما الحطمه نار الله الموقده التي تطلع على الافئده، یعنی آتشی که یعنی که غالب میاد بر دل ها. برای چی؟ اعضای بدن انسان زیاد از دست و پا داره دیگه و خداوند در اینجا فقط دل یادآور شد که در دل چیکار میکنه؟ غالب میاد. به خاطر اینکه دل بسیار یک جسمی نازکی است در بدن انسان که به اندک آزار بسیار میبینه و سخت، یعنی آزار میوه وقتی که اندک آزار میبینه. به همین خاطر میگه التي تطلع على الافئده، آتش است، آتش دوزخی، یعنی که غالب میاد بر دلها. اینها علیهم مؤصده، این که آتش یعنی او انسان مؤصده میشه. مؤصده به معنای مطبقه، یعنی چیزی که یک طبقه در بالا یک پیاله میده میمونه که پوشونده میشه، همون انسان دوزخی را آتش هر طرف احاطه میکنه، طبق پوش میکنه، یعنی همون مقداری که دیگر جنبیده نمیتونه ایتیم آتش. التي تطلع على الافئده انها علیهم مؤصده فی عمد ممدده، در ستونهای دراز. یعنی به یک قولی که همون آتش دوزخ میگه مانند ستونهای دراز میگه شعله میزنند، ای هر طرفی دوزخی میان که درش مستحکمه دیگه هیچ طرف رفتن نمیتونه، احاطش میکنن
بعضی مفسرین میفرماید که مراد از این یعنی که ستون، یعنی در ستون ها اونها رو دست پاشو میبندن، بس آتش اونها را میسوزن. به خاطر که اگر انسان دست و پاش کشاده باشه یعنی که آسان میشه همون شیش عذابش. به همین خاطر در اینجا بعضی مفسرین میفرمایند که زنجیر بند میکنن اونها را. به هر حال یعنی انسان دوزخی بسیار عذاب‌های زیاد داره که میگه در یک دوزخ 19 نمودی عذاب است که او ابوالاشعثی که در اون صورت تفسیر کردیم گفت که 10 تاش من زور میرسه، 9 تاش ما با کلمه مشرک و عرب من 10 تا زور میرسه میگه، در حالی که حضرت جبرائیل میگه به یک پرش یک قدرت داره که دنیا را برداره و شپنه بیاره بشپش برعکس. و حضرت اسرافیل میگه هم بزرگی است که دنیا در سوری حضرت اسرافیل مانند نخته میگه. اما روزی که امر شد سوره که دمید حضرت اسرافیل همین دنیا چه خیلی نخته تا میخره هم خیلی یعنی که بسیار شدید میلرزه و یعنی مردم همه فنا میشه. انا ابوالاشعث به خبره که ملائکه قدر بزرگ قدرت های بزرگ دارن. وقتی که ملائکه های خدا یعنی که این قدر قدرت دارن، اگه ما و شما فکر کنیم که خدا چند قدرت داره، البته خداوند اونها را خلق کرده است. خداوند به یک اشاره دنیا را چپه میکنه. کن فیکون. سبحان ربک رب العزة عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین. پروردگار ما را شما توفیق که از عذاب های دوزخ نجات بده، با فضل و کرمش داخل جنت گذشتگان همه ما شما به سبب این امر معروف و نهی عن المنکر پروردگار از آتش دوزخ خلاص کنه و داخل جنت به فضل کرم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم